هفته خبر تو خبر داره براتون از آخرین گوشکوبی که روانه عمامه ولایت شد و حسابی گیجش کرد. وزیر امور خارجه جدید امریکا که قبلا رئیس سازمان جاسوسی CIA بود، در سخنان خود که سراسر توهین و بی‌ادبی به مردم ایران و جمهوری اسلامی بود، بیشتر از آن که در قامت رئیس دستگاه دیپلماسی ظاهر شود، در قامت رئیس دستگاه جاسوسی ظاهر شد. پومپئو در سخنان توهین‌آمیز خود دروغ‌های زیادی را که قبلا رئیس جمهور امریکا گفته بود تکرار کرد. وزیر امور خارجه امریکا در ادامه در توهینی آشکار آقای روحانی رئیس جمهور و آقای ظریف وزیر امور خارجه را دروغگو و مسئول مشکلات مردم ایران خواند. بسیجی‌های درمونده انتظار داشتن که بعد از این سخنرانی یه صدایی از عظما و باقی آخوندا در بیاد، اما خبر نداشتن که این روزا عظما رفته زیر لحاف، بیرون هم نمیاد. این یاوه‌گویی که وزیر امور خارجه آمریکا اینقدر نقشه کشیده و این حرفای بی ربط رو زده، اون بایدهایی گفته، آیا جناب عالی به عنوان رئیس جلسه، رئیس مجلس نباید صبح یه پاسخ به این یاوه‌گوهای این نظام سلطه بدی؟ خب واضحه که الان آخوندا همشون تو فاز سرگیجن. تو این وضعیت چه پاسخی بدن آخه؟ علی لاریجانیا هیچ جوابی نداشت بده، اما رأس دیگه شون یعنی ممجواد وضعیت رو اینطوری توصیف کرد. اصل کارمون است که آمریکایی‌ها تحریماشون رو صفر میکنن، اروپایی‌ها هم خیلی جلوشون وای نمیسن، پس ما باید بریم کلاه خودمون رو صفر داشته باشیم. منظورش اینه که دنب نظام تو تله گیر کرده و راه پس و پیش هم نداره. راستی یادتون میاد که شیخ فری قبل از پاره کردن برجام درباره مذاکره با کت خدا چی گفت؟ من گفتم مذاکره با آمریکا راحت تر از اروپاست، چون اروپایی‌ها یک کت خدا دارن، باید برن اجازه بگیرن مرتب. ما بریم با همون کت خدای اونا مذاکره کنیم راحت تره. عین جملات من هست، نوارش هم وجود داره. بعد همین روباه مکار وقتی دید کار تمومه و برجام پاره شده اینجوری رنگ عوض کرد. خب آمریکا که رفته بیرون به نظر من خیلی خوب شده، یه شری کم شده از این توافقی که رفته بیرون. یکی رفته بیرون که همیشه اذیت میکرد و اگر همه اون چه مورد نظر ما هست دیدیم تأمین نمیشه، خب ما راه خودمون رو داریم، ما راه قانونی و معقول خودمون رو داریم، برنامه‌ریزی خودمون رو داریم. نتیجه این که تنها چیزی که از برجام عاید عظما و شیخ فری شد فقط سایه رفع تحریما بود. اینجاست که این جوجه آخوندا هم دم در میارن و برجام تاریخ در رفته رو اینجوری تیکه بارون میکنن. برجام که موجب گشایش شده است، دارنده دکترای سازش شده است. امروز که منتهی به زایش شده است، نوزاد گوگل مگولیش شیرین است. دیدید که امضای کری تضمین است. آخر به بهانه‌های گوناگون رفت، هرچند نبود از ابتدا اکنون رفت. اصلاً به درک چه خوب شد بیرون رفت، آن 4-1 هم سبب تسکین است. دیدید که امضای کری تضمین است. حالا عظما دو را بیشتر نداره، یا وایسته یا عقب نشینی کنه. وایس دادن که تهش معلومه، عقب نشینی هم که اصلا چرا من بگم، بذارید از زبون بزوز قندی بشنوید. خب ما با یک همچی اندیشه‌ای هم مواجهیم در جمهوری اسلامی که آقا ولش کن بره، خیلی سخت نگیر، و بعد اینقدر ساده لو که فکر میکنن اگر همه این عقب نشینی ها رو هم بکنن اون وقت غرب
کمک میکنه اقتصاد ایران بهبود پیدا کنه و بعد توجه ندارن که خود این نظام سرمایه‌داری دچار صدها بحران اقتصادی است. تازه اینطور که بوش میاد دستور عقب نشینی هم از سوریه هم صادر شده. الکساندر لاورنتیف نماینده ویژه رئیس جمهوری روسیه در امور کشور سوریه گفت سخنان ولادیمیر پوتین در مورد خروج نیروهای نظامی خارجی از سوریه شامل نیروهای نظامی آمریکایی، ترکیه، حزب الله لبنان و ایران می شود. همه چیز خبر از این میده که نظام ولایت اساسی پوک شده و یه تلنگر میخواد تا بترکه. توی این شرایط بیشتر از همه بوی شورش میاد. حس بویایی این پاسدار قاسمی خیلی خوبه. ببینید چطوری بو کشیده. یا بی کفایت بی لیاقت دولت دروغگویی که گفتی اینا تا پایان شهریور ما به همه خونه میدیم. 6 ماه تو نتونستی کاری بکنی تا پایان شهریور ما. مثل صدروزته، مثل دلارته، مثل برجام آفتاب فلانته، مثل نمیدونم این که بی سوادها و اینا همه رو گفتی بی سوادن فلان اینها. الان هم خدا برد دیگه، برو خاکی تو سرت بریز. دلار میخواستی حل بکنی اینها با تدبیر اینا نتونستی. اینا صدها دروغ گفتی تو. آقا میخواد شهریور ماه 100 روز دیگه مونده شهریور ماه آقا میخواد خونه تحویل بده. چون باید خودتون جمع جور کنی. خلاصه که تو این وضعیت و با وجود این همه خطر جیغ همه مهره‌های نظام به هواست. تناب تلگرام همچنان به گردن عظما و شیخ فریه و هر کاری میکنن ازش خلاص نمیشن. این وزیر بازجوی شیخ فری هم اومده اینجا تا واسه پیام رسانهای جاسوسی نظام بازارگرمی کنه. از روزی که تلگرام فیلتر شده 10 میلیون نفر در مجموع در واقع این پیام رسان‌ها نصب فعال دارن. اون شاخص ما نصب فعاله. خب این 10 میلیون نفر مال 6.5 میلیون نفرن. 45 میلیون نفر رو پیام رسان تلگرام فعال بودن. یعنی 6.5 میلیون نفر منتقل شدن. البته به اندازه 15 میلیون نفر ظرفیت همچنان وجود داره. حالا هرچند این مشکلاتی در برخی از پیام رسان‌ها ممکنه به وجود بیاد. افکار عمومی بایستی توجیه بیشتری بشن. چرا؟ مخاطرات شبکه‌های اجتماعی واقعیه. ما نباید بگیم نیست. ولی ببینید کار چقدر بیخ پیدا کرده که مجری تیویریش هم از فیلترینگ به عنوان یه فاجعه نام میبره. به یه دلایلی تصمیم گرفته شد تلگرام فیلتر شد. یک چیزی رو همه فراموش کردن از مسئولین محترم. الان بچه 10 ساله پی وی پی ان میگرده، پیرمرد 80 ساله پی وی پی ان میگرده. این سر ماجرا رو نگاه کنید. این خودش یک فاجعه ای میتونه برای بچه و نوجوان رقم بزنه. یه جهانی پیش روش باز میشه. مردم هم حرفشون درباره تلگرام و پیام رسون جاسوسی آخوندا رو در قالب طنز و ترانه بیان میکنن. یه روز اومد گفت با من باش، به هم قول داد که میمونه تا آخر راش. حالا کجاست که بگم تو روش، یکی میخواد جا تو بگیره به اسم سروش. میگن چیزی ازت کم نداره، میگن نبودت این همه غم نداره، ولی هر روز تو فکرام تویی و دیوار بینمون تلگرام. تو به هم وابسته شدی، فیلتر شدی بسته شدی، دل خوشیم به فیلتر شکنه، این تنها پل بین تو و منه. یادم هست گروهامون و خاطرات، من چی کار کنم بدون استیکرات. تو همراه من بودی این چند سال، تا این جایی چرا سروشو بکنم اینستا. هفته پیش تو یکی از جلسه های سخنرانی شیخ فری یه چنین اتفاق سیتی افتاد که امت اسلامی همانند ید واحده در مقابله با بزرگترین تهدید جهان اسلام مظلوم غزه شود. امروز ما به سوگ آخرین پرده از جنایات 70 ساله نسل کشی بیگناهان در فلسطین نشسته ایم.
صهیونیست‌های جنایتکار در بعد هم که دیدن با این فیلم رئیس جمهورشون خیلی ضایع شده، این کلیپ رو درست کردن که مثلا ماسمالیش کنن. رفتار عجیب دیپلمات پاکستانی که برخی‌ها به پای هیئت ایرانی در نشست استانبول نوشتن. در روزهای اخیر ویدیویی از یک دیپلمات منتشر شد که حین سخنرانی رئیس جمهور پشت سر آقای روحانی به طرز عجیبی در حال خوردن نوشابه و غذاست. در فضای مجازی این دیپلمات ابتدا ایرانی معرفی شد و به شدت مورد انتقاد افکار عمومی قرار گرفت. اما اونچه تصاویر نشون میده این عضو هیئت پاکستانی و همراه با نخست وزیر این کشور در نشست سازمان کنفرانس اسلامی شرکت کرده بود. البته رفتاری که حتی چندین بار واکنش اعضای هیئت ایرانی رو واداشت. باز هم استبل ولایت و باز هم سوتی جدید. ببینید چه کسایی اسم خودشون رو گذاشتن نماینده مردم. آقای دکتر عنایت بفرمایید در جلسه غیر علنی مجلس خوشبختانه همه موضوع باز شده، یعنی آقایان نگران بحث FATF هستند و FATF. حالا خیلی مهم اسم ببینید آقای دکتر تیوی ریش دوربین مخفی درست کرده که ببینه مردم چقدر به کالای داخلی اعتماد دارن. نتیجه رو خودتون ببینید. شلوار چی میخواستم؟ چه رنگی باشه؟ تیره باشه. اینا ایرانی هن اما 3 ماه ضمانت دارن، یعنی هم مشکل براتون پیش اومد میتونی برگردونید. جنسای ترکیتون نه جنسای ترکمون ضمانت نداره. بس‌بسی ضمانت 3 ماهه کالای ایرانی هم باعث نشد مشتری‌ها به خرید جنسی که بهشون پیشنهاد کردم تمایلی نشون بدن. من پیشنهاد می‌کنم این مدل من امتحان کنی، شلوارش خیلی عالیه، ایرانی 3 ماه ضمانت هم داره. نه ممنون، من تا حالا چون ترک گرفتم همون ترکو ترجیح. اینا ایرانی هست، اینا تو اینا رو 3 ماه ضمانت میدیم. من می‌تونم تست کنم. آخه کدوم حمایت از کالای داخلی؟ بفرمایید اینم سوتی تیویریش در مصاحبه با یکی از نمایندگان مجلس آخوندا. اینم کت شلوار داخلی نپوشه چه برسه بقیه. شما که سخنگوی کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی هستید، نه این تیکه تولید ملیشو کار دارم. الان کت شلوار شما دوختش چیه کجاست؟ خارجی هست. نگو تو رو خدا از قبل گرفته میشه. آها مال قبله. آره اما حالا چون از قبل گرفته بودین اشکال اما مال من ایرانیه ها. توی سفر خارجی گرفتیم. آره مال منم ایرانیه. البته خیلی نباید ناامید شد. تولیدات داخلی پیشرفته‌ای هم وجود دارن که باید به اونها توجه کرد. نوروز 97 حمایت از کالای ایرانی. این اتوه وقتی میذاریم روش کار میکنه، بعد مثلا یه وقتی این اتو بیفته دیگه کار نمیکنه. این اتو حتما باید روش باشه. اینم بستیم که اتو سر نخوره دیگه. اینم میذاریم روش که کار کنه. اینم یکی از مهره‌های ریزشی نظامه که توی جلسه دانشجویی کمیته انتخاب رهبری در مجلس خبرگان رو سوژه خنده کرده و به ریش عظمای طلسم شکسته میخنده. ازشون سوال میشه اعضای کمیسیون 109 از کمیسیونی هستش که اعضا رو نامزدهای واجد صلاحیت رو شناسایی میکنه و راجع بهشون بحث و گفتگو میکنن. میگه که اصل اعضای کمیسیون 109 مجلس خبرگان چه کسانی هستن؟ میگه مال دوره قبل و لااقل بگو. نه نمیشه، این اسرار مملکت. این چه مملکتیه که اگه اسم اعضای کمیسیون 109 یا همین حال یا مال 100 دوره اعلام کنیم این نظام جوری قش میکنه میاد. اینا کیان تو رو حضرت عباس؟ حالا حجت الاسلام حضرت آیت الله سید احمد خاتمی ایشون میگن که هیچ کس از کار این کمیته و اسامی مطرح در آن خبری ندارد. در قفل و کیپ و حتی حالا اینو ببینید، این خیلی بانمکه، حتی خود من از این موضوع خبر
میخندیم؟ خندگان خدا چرا حال خاموش کنیم بشینیم زار بزنیم؟ رهبریه جدی دارن میخندن. شما چرا اینجوری هستیم تو این دانشگاه؟ خیلی حرفه. رهبر مملکت قراره کسایی بعد اینا اسمشون، رسمشون، طول قدشون، حتی خود منم از این موضوع خبر ندارم. من که عضو مجلس خبرگان رهبریم منم خبر ندارم. حتی خود من به دنبال اون نرفتم که این مسئله محرمانه رو بدانم. اگر این دروغ باشه که وای بحال، اگر راست باشه که خاک بر سرم. در پایان توجه شما رو به هنرنمایی این هنرمند گمنام و البته آشنای هموطن جلب می‌کنیم. آخ دیگه خوشحالم که گیر نمردم، آخ دیگه خوشحالم که گیر نمردم. خنده مگه بمیرم، بده خنده بایه غزده بگی غمم بمیرم. خنده مگه بمیرم، بده خنده بایه غزده بگی غمم بمیرم. من چکی مردن دلم هد بی خیال، خوب دلی تو خوب دلی دیدار نداری. بگردم کی بگردم، سر دنبال بودم پایمان بمردم. تمام زندگی می چشم سوی، آخ دیگه خوشحالم که گیر نمردم.